صحبت بود، هنوزش هم صحبت بود و درست تاریخ دقیق به خاطرم نیست، ولی فکر میکنم شاید در حدود، الان نمیدونم امروز چندمه، نمیدونم چند شنبه است، ولی فکر میکنم شاید در حدود 15 روز 16 روز یا 20 روز به ما رمزون بشه. حالا توضیح بدید که خود طرح چی بود و کی این طرح رو به شما ارائه کرد که نشستید برای تصمیم گیری، یا خودتون این طراح بودید؟ طرح دقیقی که شما فکر بکنید که روی کاغذ بوده بود، متخصصین اومده باشن نوشته باشن و همچین چیزی در کار نبود. یه روزی به من گفتن که ما میخوایم مهرآباد بگیریم و از مهرآباد عمل کنیم. من گفتم این کار کی اینو گفت؟ همون افسر رابط، همون. شما خودتون در ریختن طرح دخالت داشتید یا طرح جای دیگه؟ طرح جای دیگه ریخته شده بود. من گفتم مهرآباد صلاح نیست به علتی که تقریبا یه جای خیلی شلوغی واقع شده و اگر بخواید مهرآباد حفظ بکنید یا بایستی واقعا آدم کشی کرد یا اینکه باید واقعا قوی بود از داخل مهرآباد، از خود مهرآباد، و چون با هیچ کدومش نبود، یعنی نه از داخل قوی بود از عوامل انقلابی و نه خودشون اونقدر میتونستن یا میخواستند یا نیت این بود که آدم بکشن، یه پایگاه ایزوله‌ای که مثل شاروخی بود در نظر گرفته شد که اونم من پیشنهاد کردم و تصویبم کردم. حتی آقای حیدری غیر از این طور میگن، آقای حیدری میگن، من آقای حیدری رو نمیشناسم. آقای حیدری از تیپ نوهد، بازوار حیدری که سرشاخه، ایشون میگن که اینکه علت این که چند علت میاره برای اینکه پایگاه شاهرخی انتخاب شده و دلیلش هم یکی از عللی میارن اینه که اون چون پایگاه مادر بوده و مدتها میتونسته مورد استفاده واقع بشه. از این جهت من همونطوری که عرض کردم من آقای حیدری رو نمیشناسم و فکر میکنم که آقای حیدری در تخصص خودش اگر صحبت کنه بهتر باشه. پایگاه مهرآباد پایگاه مادر برای تمام پایگاه ها بود، شاروخی از مهرآباد زاییده شد، ولی در حال حاضر تصدیق میکنم که شاروخی از پایگاه های دیگر قدرتش بیشتر. ولی چون دلیل انتخاب هم رو دلیل انتخاب این نبود آقا که قدرت بیشتری باشه. ما دلیل انتخابمون این بود که آدم کمتر از بین بره. البته با این بمباران هایی که بمباران برای جایی نبود، بمباران فقط برای اونطوری که در کیف عباس بود برای مردم عادی نبود، بمباران بود برای به طور طبیعی. خب مردم عادی هم این مناطقی که هست در میان مردم دیگه به طور طبیعی مردم هم بمباران میشن دیگه به طور طبیعی. نه آقا تهران جزو بمباران نبود اونطوری که برستون رسوندن. خودتون توضیح بدید که چه کار رو به شما محول کرده بودن و چگونه عمل کردید؟ کاری که به من محول شد، من فرمانده عملیات هوایی بودم. اول توضیح بدید که کی این کار رو محول کرد؟ من نمیدونم چه کسی، شاید یه گروهی که نشسته بودن دور هم دیگه تصمیم گرفته بودن، ولی از روی درجه من مسن‌ترین و پیرترین این آقایونی که اینجا و یعنی از تیمسار مهدیون هم شما بزرگتر هستید؟ خیر، تیمسار مهدیون در عملیات هوایی شرکتی نداشت. عملیات زمینی برام شرکت کنه؟ تیمسار مهدیون شاید در عملیات زمینی شرکت میکرد، شاید نمیکرد، ولی در عملیات هوایی شرکت نداشت و عملیات هوایی به عهده من بود و قرار بود که پایگاه شاروخی گرفته بشه. من مثل روزهای عادی که میرفتم سر کارم بیام برم در پست فرماندهی اونجا و دو سه تا هدف از قبل داشتیم، مأموریت‌های کوچیکی داشتیم از قبل، اونا رو انجام بدیم و بعد از طریق پست فرماندهی اون مأموریت‌های دیگری که برخلاف یک نیت انسان و ایرانی نباشه به ما داده بشه ما انجام بدیم. نه بمباران تهران، همچین چیزی رو هیچ کدوم اینا نخواهند کرد. من نمی کنم، غیر ممکنه بکنم. بارها گفتم ملت ایران بستگی داره که شما بخواید چطوری تو
ترسیم بکنید، تجسم بکنید. ملت ایران برای من مادرمه، خواهرمه، رفیقمه، اقوامه، فرق نمیکنه. ولی اگر قرار بشه که یک دونه هواپیمای F-14 با موشک فنیکسش بیاد بخواد منو بزنه، منم سعی میکنم اونو بزنم. مگر منزل امام تو طرح نبود که بمب؟ منزل امام در طرح بود. سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود. زدن فرودگاه مهرآباد، باندهای پروازیش در طرح بود. احیانا زدن پل یا یک نقطه‌ای سر جایی که جاده بتونه بند بیاد، نه از پهلوش تانک و وسایل سنگین موتوریزه بتونن رد بشن، بود که به ما داده بشه. در آن نقطه مثلا به فرض پل سفیدرود و مغز یا یه جایی پل قزوین رو بزنیم مثلا. شما یادتون باشه که همچین تو ذهن من اگه اشتباه نکنم شما گفتید که من بنا بود که فرمانده کامان پست باشم و مهدی جون مثل که فرمانده نیرو باشه. همچین تعبیر من یادم من قرار بودش که از پست فرماندهی که همون کمند پست پایگاه شاروخی بود، سیستم به یک جایی بستگی داره. یک شخص یا از نظر نفوذ کلامی، شخصیتی، مقامی، هر چیزی، بله، هر جایی در ایران آیت الله خمینی بزرگترین شخصیت سیاسی، شخصیت رهبری، شخصیت دینی، شخصیت قبول داشتن، یه نفر پذیرا بودن دارند. بس سیستم هم خب به ایشون بسید. یعنی برای اینکه سیستم از بین بره مجبور بودید که ایشون فکر میکنم جوابتون باید بدم اگر راست بگم. فکر میکردید با اینکه منزل ایشون کوبیده بشه و ایشون رو از بین ببرید، اون وقت اکثریت مردم با شما چه میکنن و با حکومتی که شما میخواید تشکیل بدید چه میکردید؟ اینو من قبلا هم یک بار سوال شدم و عرض کردم که به ما تفهیم شده بود، گفته بودند که در 2 ساعت اول ممکنه که حد اکثر 20% ارتش و یا مردم از ما حمایت بکنه. بعد از 2 ساعت اول تا ظهرش حد اقل، اولی رو عرض کردم حد اکثر 20%، اینو گفته بودن، تفهیم کرده بودن حد اقل 40% از مردم و ارتش از ما حمایت خواهد کرد و تا غروب این ریت میرسه به 80% و از فردا صبحش 100% مردم، ارتش، همه کس از ما حمایت خواهد کرد. از دلم شما فکر میکنید این مردمی که علاقه به امام دارن تا در حد فداکاری، اون وقت چیکار میکردید با این مردم؟ این مردم یعنی 100% یه مرتبه تغییر عقیده میدادن فردا؟ اینطور به ما گفته بودن. آقا من عرض کردم که اینطور به ما تفهیم کرده بودن، اینطور به ما گفته بودن که الان میترسن. الان شما پذیرفته بودید؟ آخه شما مردم امتحان شدن در این مدت طولانی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. نه همون هستن که درود بر خمینی میگفتن و جلوی گوله میرفتن دیگه، حالا همون دیگه عوض نشدن. فکر میکردید با این مردم دوباره باید چه کرد؟ اما من خدمتتون عرض کردم که با مردم عادی رو روش تکیه میکنم، کسی کاری نداشت. مردمی که با شما مقاومت، همین مردم عادی بودن که در برابر رژیم شاه مقاومت کردن دیگه، همین بودن. با همین مردمی که در مقابل رژیم شاه مقاومت کردن ما کاری نداشتیم. خب اون موقع هسته نداشتن، حالا هسته دارن دیگه. اینا رو به ما گفته بودن در داخل خیابون ها نخواهند اومد.